وقتی که راجع به مبارزه با تروریسم صحبت میکنه باز میگه ما بر ضد تروریسم مبارزه میکنیم، اما بدانین که خطر تنها متوجه ما نیست، خطر متوجه شماها هم هست. اما با درد و تأسف که دنیا او وقت این مسئله بسیار به صورتی به سرسری مسائل از نظر میگذشتند، هیچ توجهی نه تنها به دفاع از مقاومت ملت مسلمان افغانستان نداشت، بلکه برای حمایت در جهت مقابل کسایی که امروز در برابرشان قرار دارند کمک‌های لوجستیکی و کمک‌های سیاسی از آن صورت میگیرید، کمک‌های از اونا میکردند که بسیار کشورها در این دست داشتند.